ما همه یه صفحه سفید هستیم. هر رفتار، هر فکر، هر تصمیم خطی است روی این صفحه. گاهی خطوط رنج و ترسند، گاهی خطوط عشق و آگاهی. رنجها هیچگاه هدیه الهی نیستند، آنها بذرهایی اند که خودمان در زمین انتخابها و خاک تصمیمها کاشته ایم. گاهی رنج واقعی کوچک است، اما ترس ما آن را کوهی عظیم می کند و گاهی آنقدر در سایه ترس فرو می رویم که حتی نمی بینیمش. صفحه ذهن ما هم همین گونه است. وقتی خط میزنیم اگر ناآگاهانه باشد حتی برای خودمان رنج و آشفتگی میآورد، اما اگر آگاهانه و با بینش باشد هر خط تبدیل می شود به ساخته شدن، رشد و پربار شدن ذهن و روح. و یادت باشد خطهایی که برای دیگران میزنیم نباید ناآگاهانه باشد. هدف ما آگاهانه بودن خط دل خودمان است. وقتی با بینش روی صفحه خودمان خط میزنیم الگو و الهام بخش دیگران میشویم تا آنها هم بتوانند خطهای ذهنی خودشان را آگاهانه و زیبا بسازند. هر چیزی را که می‌خواهیم آغاز کنیم عاقلانه است ابتدا در ورق چکنویس ذهنی بازنویسی کنیم. جمله‌ها و اعمالمان را مرور کنیم تا وقتی به صفحه واقعی عمل آمدیم نه صفحه خودمان خطی شود، نه صفحه دیگران که اجازه خط خوردنشان را نداریم. بنویس، خطی کن قلبم، ذهنم حتی اگر شلوغ شد، اما با هر خط مرا پیدا کن، به اصلیتم وصل کن و صفحه زندگیم را پربار و زیبا بساز. امروز در سکوت دل خود نگاه کن، ببین کجای این مسیر هستی. رنجی که میتوانی درمانش کنی، رنجی که باید به زمان بسپاری تا حلش کنی، یا رنجی که تنها با رها کردنش آرام میگیری. هر خط و هر تجربه فرصتی است برای ساخته شدن، برای آزاد شدن و برای زندگی که عمیقاً ارزشمند و آگاهانه است.